Hello! Good day, my dears. It's again me, Farzana Jaborova. Today I am going to teach you the 29 step to English language skill. First of all, let me speak in Tajik. امروز من همراه شما موضوع دیگری زبان انگلیسی یعنی پسوندهای ER و پسوند OR را یک جای میگذاریم. حالا باشد برای موضوع نو به لوحه می‌نگریم. در زبان انگلیسی یک چند پسوندهای هستند که در انجام کلمه همچون یعنی ای کوتاه تلفظ کرده می شوند به مانند پسوند ER و پسوند OR. هنگام یک جای آمدن در آخر کلمه آنها همچون تلفظ کرده می شوند، یعنی در جایشان در آخر کلمه است. بیایید به موضوع امروزه یک چند مثال ها از کتاب استرکاف از صفحه 69 می نویسیم. دسته، دیگر کلمه فهمه، کلمه نوبتی دکتر، دیگر کلمه سیسته، کلمه های کورنه و کلمه آخران انده. چه خیلی که خود شما میبینید در انجام هر یک کلمه پسوند ER یا اینکه OR آورده شدند. بیایید کلمه های زیرین را به ترانسکریپت می نویسیم. حرف D دارای یک آواز است. د. حرف U در هجای بسته همچون آواز A یعنی ای کوتاه تلفظ کرده می شود. حرف S باشد اینجا همچون سه تلفظ می گردد، اما حرف T باز آواز ت دارد. آخران حرف های ما یعنی حرف ای و A باشد موافق موضوع امروزه همچون یعنی ای کوتاه تلفظ کرده می شود. همینطور کلمه زیرین دسته خوانده می شود. دسته این لطه چنگ پاکنک است. لطه چنگ پاکنی. کلمه نوبتی ما کلمه فهمه است. فهمه. حرف F دارای یک آواز است، اما حرف های A و A موافق موضوع های پیشین چون قاعده سیوم خوانشی حرف های صدانا با حرف A همچون ای دراز یک جای تلفظ کرده می شوند، اما حرف M باشد باز آواز می دهد. حرف های ای و A باشد چون موضوع امروزه همچون یعنی ای کوتاه تلفظ کرده می شود. فهمه این فرمیر است. فرمیر. یا اینکه دهقان گفتن ما درست می آید. دهقان. اوکی، next. دیگر کلمه دکتر. حرف دی دارای یک آواز است. حرف او همچون آی کوتاه خوانده می شود. حرف سی باشد چون که تلفظ می گردد. حرف تی یک آواز دارد. حرف اور و آ باشد موافق موضوع امروزه همچون تلفظ می گردد. دکتر دکتر ترجمهش دکتر است. بیایید کلمه نوبتی کلمه سیسته را می بینیم. حرف S همیشه در آغاز کلمه چون سه تلفظ می گردد. حرف I باشد همچون ای کوتاه. حرف S باز چون سه. حرف T همچون ت و حرف های ای و آ باز آواز ا می دهند. همینطور سیسته خواهر سیسترا ترجمهش خواهر است. بیایید کلمه نوبتی کانه را می بینیم. حرف سی باز در اینجا همچون که خوانده می شود، اما موافق موضوع های پیشین چون حرف ای آ که همچون ای دراز خوانده می شد، حرف های او و آ نیز همچون آی دراز همچون قاعده سیوم خوانشی صداناکا با حرف آی دراز خوانده می شود. حرف ان باشد چون نه تلفظ می گردد. حرف های ای و آر باز ای خوانده می شود. کانه کنج سین خانه یا اینکه حجره. دیگر آخران کلمه ما این کلمه انده است. انده. حرف یو در هجای بسته همچون ای کوتاه خوانده می شود. حرف ان نزوچید یعنی آواز نمی دهد. حرف دی همچون د خوانده می شود.
حرف ای و ا باشد باز چون ای کوتاه تلفظ میگردد. سو اند در زیری ترجمهش در زیری است. سو این بود موضوع امروزه ما. بیایید کلمه های نوشتمان را یک مرتبه دیگر میخوانیم. سو دست لطه چنگ پاک کنید. فرمر یعنی دهقان. دکتر سیسته خواهر. کانه کنج. انده در زیری. حالا باشد فرصتی آن رسید است که من به شما سفارش های خانگی نیز داده باشم. همینطور so your home project or just your homework کلمه های زیرین بمانند over سمه دینه سفه دیگر کلمه منبع و آخران کلمه محبت. کلمه های در پایان نوشته من سفارش خانگی به شما می باشند. این بود موضوع امروزه ما. Thank you for watching. Bye bye.